با رهایی از همه نگرانی ها خود را بیابید، کشف کنید و با اعتقاد به خود کسب نیرو کنید. با خود دوست شوید. هر آنچه که دوست دارید به دست خواهید آورد، جز اینکه رویا باشد و تخیل. موفق را به جایگاه فعلیشان رساده. وقتی که دیگران میتوانند همه میتوانند. یک نفر توانست همه میتوانند. تفاوت استعداد هست، ولی اکثر ماها آنچه که دیگران به دست آوردن ما هم میتوانیم. سپاسگزار باشید و لذت ببرید. از داشته هایتان سپاسگزار باشید. در شروع هر اقدامی هرگز تردید نکنید و در صورت شکست خود رو سرزنش نکنید. باور داشته باشید همه توانایی ها با تشویق یا تکذیب دیگران ایجاد یا کم نمیشه. همیشه یک انسان باشید. با بخشش و گذشت رها میشوید. به دلخواه مشورت کنید، نه با تاکید دیگران. اما به تنهایی تصمیم بگیرید. دلتان نخواست چیزی تغییر کند، به توصیه دیگری هیچگاه تسلیم نشوید. در پیشبرد کارها به هدف خود اطمینان و به خود اعتماد کنید. اگر کاری موفقیت آمیز نبود، مسیر تغییر دهید. همین. ناگهان را باز می شود. بنبست ها شکست نیست، این را بدانید. موفقیت هم فقط برای افراد خاص نیست. تا خودتان نخواسته باشید متوقف نشوید. همیشه مقاومت را ترجیح دهید. همه مواقع خسته می شوند. بسیار عادیه. ترمیم کنید خودتون. بازیابی کنید. در این مواقع به خود امان بدید. مواقع استراحت. تمرین کارهای سخت و ساده می کنه. ایمان به دانایی رویش توانایی است. موفق باشید. و باز هم مرور دانسته ها. نهایت ایمان به خود، نیروی محرکه در همه کارها ایمان به خوده. باورها واقعیات زندگی رو میسازه و شوق زیاد در بازیابی خود توان رو مضاعف میکنه. هر آفریده یک یگانه مختص به خوده. در هر فرد در اکثر زمینه‌ها یک فن مخصوص به خود داره. کشف علایق و باور در رسیدن به آن توانستنه. اعتماد به خود عزته و هر تجربه اندوختن. قدرت باور ترموستات پیشبرنده است. تفکر اکثر افراد موفق عصیان در خود باوریه. عنصر ایمان مطلق رد همه تشکیکاست. سقوط انسان‌ها کیفر مداوم به خوده. مدام خودمون رو کیفر میکنیم. با قدرت به هدفهایتان یورش ببرید.
بخواهید می شود. فکر بزرگ در هر سن شما را به بزرگی می رساند. با رهایی از همه نگرانی ها خود را بیابید، کشف کنید و با اعتقاد به خود کسب نیرو کنید. با خود دوست شوید. هر آنچه که دوست دارید به دست خواهید آورد، جز اینکه رویا باشد و تخیل. باور به خود اون چیزی است که افراد موفق را به جایگاه فعلیشان رسانده. وقتی که دیگران میتوانند، همه میتوانند. یک نفر توانست، همه میتوانند. تفاوت استعداد هست، ولی اکثر ماها آنچه که دیگران به دست آوردن ما هم میتوانیم. سپاسگزار باشید و لذت ببرید. از داشته هایتان سپاسگزار باشید. در شروع هر اقدامی هرگز تردید نکنید و در صورت شکست خود را سرزنش نکنید. باور داشته باشید همه توانایی ها با تشویق یا تکذیب دیگران ایجاد یا کم نمیشه. همیشه یک انسان باشید. با بخشش و گذشت رها میشوید. به دلخواه مشورت کنید، نه با تاکید دیگران. اما به تنهایی تصمیم بگیرید. دلتان نخواست چیزی تغییر کند، به توصیه دیگری هیچگاه تسلیم نشوید. در پیشبرد کارها به هدف خود اطمینان و به خود اعتماد کنید. اگر کاری موفقیت آمیز نبود، مسیر تغییر دهید. همین. ناگهان را باز می شود. بنبست ها شکست نیست، این را بدانید. موفقیت هم فقط برای افراد خاص نیست. تا خودتان نخواسته باشید متوقف نشوید. همیشه مقاومت را ترجیح دهید. همه مواقع خسته می شوند. بسیار عادیه. ترمیم کنید خودتون. بازیابی کنید. در این مواقع به خود امان بدید. مواقع استراحت. تمرین کارهای سخت و ساده می کنه. ایمان به دانایی رویش توانایی است. موفق باشید. و باز هم مرور دانسته ها. نهایت ایمان به خود، نیروی محرکه در همه کارها ایمان به خوده. باورها واقعیات زندگی رو میسازه و شوق زیاد در بازیابی خود توان رو مضاعف میکنه. هر آفریده یک یگانه مختص به خوده. در هر فرد در اکثر زمینه‌ها یک فن مخصوص به خود داره. کشف علایق و باور در رسیدن به آن توانستنه. اعتماد به خود عزته و هر تجربه اندوختن. قدرت باور ترموستات پیشبرنده است. تفکر اکثر افراد موفق عصیان در خود باوریه. عنصر ایمان مطلق رد همه تشکیکاست.
سقوط انسان ها کیفر مداوم به خوده. مدام خودمون رو کیفر میکنیم. با قدرت به هدفهایتان یورش ببرید. بخواهید میشود. فکر بزرگ در هر سن شما را به بزرگی میرساند. با رهایی از همه نگرانی ها خود را بیابید، کشف کنید و با اعتقاد به خود کسب نیرو کنید. با خود دوست شوید. هر آنچه که دوست دارید به دست خواهید آورد، جز اینکه رویا باشد و تخیل. باور به خود اون چیزی است که افراد موفق را به جایگاه فعلیشان رسانده. وقتی که دیگران میتوانند، همه میتوانند. یک نفر توانست، همه میتوانند. تفاوت استعداد هست، ولی اکثر ماها آنچه که دیگران به دست آوردن ما هم میتوانیم. سپاسگزار باشید و لذت ببرید. از داشته هایتان سپاسگزار باشید. در شروع هر اقدامی هرگز تردید نکنید و در صورت شکست خود را سرزنش نکنید. باور داشته باشید همه توانایی ها با تشویق یا تکذیب دیگران ایجاد یا کم نمیشه. همیشه یک انسان باشید. با بخشش و گذشت رها میشوید. به دلخواه مشورت کنید، نه با تاکید دیگران. اما به تنهایی تصمیم بگیرید. دلتان نخواست چیزی تغییر کند، به توصیه دیگری هیچگاه تسلیم نشوید. در پیشبرد کارها به هدف خود اطمینان و به خود اعتماد کنید. اگر کاری موفقیت آمیز نبود، مسیر تغییر دهید. همین. ناگهان را باز می شود. بنبست ها شکست نیست، این را بدانید. موفقیت هم فقط برای افراد خاص نیست. تا خودتان نخواسته باشید متوقف نشوید. همیشه مقاومت را ترجیح دهید. همه مواقع خسته می شوند. بسیار عادیه. ترمیم کنید خودتون. بازیابی کنید. در این مواقع به خود امان بدید. مواقع استراحت. تمرین کارهای سخت و ساده می کنه. ایمان به دانایی رویش توانایی است. موفق باشید.